کجا باشه کلینی گوهر جنبونکی من رجب علی ایبرانی همه در و دیوال همه جا شدگی در کدام سایگی خواد اوهو بعد میگفتی یک پیاله چای گرم دم کردم می آوردم خوش آمدن مهمان خوش آمدن از بری بالا گذشته شنید چندین ساله نخوردگی خانه رحمتی پدرت در 2 ماه آمده در خانه من خورده تمام میکنی خوش آمد یک بار دیگه رفته تز لباسای دزمالگو گوهر جنبانک خوب شده از خود تز گذار ستاره کرختی تو نماند میله بلوک اینه بلی؟ نه اینه انگوری 25 سامانه گردش قبلیان زبق کرده خودم بیشتر بی بودم حالی مهربان تو قبل باید زنی گرفتگی حالی تو 20 زن کلان شدگی اوهو به حضور راستا ایستاده نتوانستی از خانه پدر یک دزمال کنک بیاری کشویه؟ کشویه زور به چه سر کشویه؟ لرزیدنو شبی گیری کشتای شوهرته خم شد در زمین دزمال گیر اینه بی این لباسای گفته همشه ته کرده با عروس؟ عروس؟ لبای خاله جان میبخشید در آمده خانه گفته بروید هیچی با من معقول نشد که معقول نشد کش تو چیکار میکنی؟ تو جارو موندگی بچه خانه میروی اومده جارو تو چیکار کرده ایستاده ای؟ شکستی دست و پنجت شکله شکستی اخونی او چت آوردی او 1,500 سامان میستد ای باید کشتا جمع کرده بوده در اون جمع جارو بگیسه خانه رو ای خدا یک میبینی 2,000 سومه شلقه برداشتی آمدی و وای ای گیتس خانه حاضی مهمان میبیاید فهمیدی؟ ای برای دیدانی تو نی برای همین یک میبینی شلقه آوردگی تو فهمیدی؟ خدایا چی آورد؟ ای حیفی همی بچه ای نازنینم حیفی همی کوک بچه هم که همی مهربان جان من به تو دادم 100 حیف بچه؟ چیه اوضاعتون با بیرون نمیره و یای؟ اما نپرس بلبلی آوردگی پرس ما گفتم یکم کینا مونده این اوضاعتون بلند با کوچه رو میره از روزی که این بلبل به خانه آوردی 2 ماه شد که در این خانه شب و روز کینا میرود فهمیدی؟ این پختن نتوند ساختن نتوند دوختن نتوند آخی این چی کار میتوند؟ نه این چی کار میتوند؟ این بالای همش با یک میبینی 2,000 سومه شلق گرفته آورد این 100 حیفی همین خیلی عشق و عاشقی فهمیدی؟ 100 حیفی که همین خیلی بچه نوزنه به همین برآورده دادم بچه جان نفری که مرا احترام میکنه نفری که مرا قدر میکنه نفری که مرا دوست میداره ایرا نقص بدونین که او کلی اویله مرا احترام میکنه کلی اویله مرا حرمت میکنه کلی اویله مرا دوست میداره
با همین خاطر اوچا جان عصباتون رو ویران نکنین. برای تخته پخته برای مال ثروت دنیایی عصباتون رو ویران نکنین. سلامتی ما باشه. خداوند دادایمون خونه زیبا را نصیبمون کرده. ان شاء الله همش میشه اوچا جان. برای هم قدر عصباتون رو خسته نکنین. زیغ نشین اوچا جان. سلامتی ما باشه همش نظم میشه. کیه گرگوزنگ میزنه؟ بردار؟ مهربان اوچا جان لبای بخیر اوضاعتون با بیرون رفته سای 1000 دوست دشمن 1000 یار رفیق شرمنده مون کردین اوچا جان همین یک امر جنگ داو تینجی اوخی بخیر اوخی خاکت اینجا عدس اینمی تنبلی ناکار خوجه اوچا جان این کاراتون همونه این چیزاتون همونه ای خونه همسایه اپام زنیدن اینجا اگه جو تینجی من 1000 بار گفتم که اوچا جان همین دخترتون در همین اپاتون نتین همین اپاتون آدم نیست آدمگری نداره انسانگری را فراموش کرده که پول مال دنیا اونی پتالوگ را برداشتگی شد نه زنگ زدن میگه که دخترت قای شوهرش جنگ مونده رزبور مونده تایگب مونده شوهرش هرکار اومده چکو کرده اپا مدت خوب کرده اوچا جون این جنگ رزبوری دواتون یک طرف مونه بیا برای مشکلی همیو را حل کنیم میگن فعلی بد بخون میدرویه با جون میبرویه این اپات آدم شدنی نیست 100% آدم شدنی نیست دستکو چیکانه الهی نمی داماد نشدم ره خدا گیره تو باری اپایه دختری 19 18 سال بانی کردگی و در تو برآورده دادمه این صدقه آدم گریشه من میدونستم که آدم نبود این کاش که خدا نمیشدمه اوی دختره که منه اوی چه خیلی سلامتیش اوی رفتیم کنی филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед. سینه‌ای همچو خون من زیغم دارم زنکیش برای خدای با وفا یارم کرده غم بارم بیشنوی زنک جان از دلی زارم بم برامد زنک جان خیلی بسکو تا پوش زنک جان با سیر گشت ببینم وقتی سیر گشت کردن شده خیلی بم برامد اوچا جان تیار شد اوچا میریم سیر گشت یک استراحت بریم خواب شده است مردک اوچاتون کجا میروند؟ زنک یک بار دیگه بلند بگو من نفهمیدم گپ خیلی یک بار دیگه خیلی بلند تکرار کن آخی در همه خونه شینند شرط است از قفای ما روند تو فراموش کرده که مادرم پاره تنی مای تمامی بد نبدی مای تو ایره فراموش کردی مردک آخی اوچاتون کامپیره چی سایر و گشتش چی هر دوی مازم شبهار میرویم یک سایر و گشت میکنیم یک خوراکی شما میخوریم بر میگردیم فراموش کردی که مادرم برای خوشبخت شدنی ما برای یک جایه شدنی ما برای یک عائله موفق شدنی ما چقدر کوشش کرد چقدر زحمت کشید چقدر مهنت کرد برای خودش نکرد برای فرزندش کرد برای کلینش کرد تو یارو همشه فراموش کردی ای خاطرت برآوردی ها خیر بچی وظیفه مادریشون اجرا کردین چی اگه ما را یک جایه کردن گفته تا آخری عمری ما ای قفای ما میگردن کجایی که ما روان باید این کس روان هم خیر رجب علی بچم تو چی این همه کلین جمع میکنی؟ من نمیخوام هیچ جا رفتم من همین روز هم خیلی مونده شدم همین خیلی بیفره شدم بچم میخوام که در همین خونه استراحت کنم اوشا جان اما برای همی مونده شدنتون برای همی خسته شدنتون خواهین نخواهین همراهی ما میرویم اوشا بیرون در میریم یک خراکک میخوریم یک باد و هوای تازه اوچا جان چی گفتی اوچای من؟ شما همراه کلین روین سیر و گشت کنین تماشا کنین خوراک شام خورین و بیایید تو آمدن شما ما یکم خوراک با مزه پخته میمون چی گفته جوانا؟
آفرین خاله جان. ندیدیم مردک جان؟ خاله رفتن میخوان در خونه شینن. رفتیم خود ما میرویم. خاله جان شما در خونه شینیم، ما همراه بچه تا میرویم، سیر گشت میکنیم، یکم خوراک شام میخوریم و شما ترکی با مزه میاریم. خوب؟ ناراحت نشویم خاله جان. رفتیم مردک. آفرین زنک جان، آفرین. زنک جان تا ناراحت نشه، تا می خونه دا بشی، کارو برای خونه را جدی دیدم بگی، خوراکی خوب بپس. ما همراه مادر به سیرگشت می رویم، با استراحت میریم، یگون شیرینی میخوریم و دیگر میم یگون اونجا یگون کمبودی نداشته باشه. فهمو؟ ناراحت نشه زنک جان، ما رفتیم، احتیاط کن.